سیوم اکتبر 2025 قرار داریم در اسفیسور ولایت سوخت ناحیه بوجان قفوروف در میدان 14 هکتار پیستازوری به پیوند امسال ما طبق شرط آمد در اینجا 14 هکتار پیستای به پیوند شنوندیم که یک سال پس پیوند میکنیم. من این اشناموی پیستای به پیوند من آمدم اینجا نظارت کنم از کارشو، چون که ما مشورتچی هستیم. به هر حال کمبودی هاشون بسیار است. بیخ این نباید اینقدر علف داشتگی باشد، این باید بیخش تازه باشد، پوبل کردگی باشد. ریشه های من هم اجری علف رو نجیخند این ریشه رو و یک قسمش به مانند خوش شدگی بود، لیکن وقتی اینو بچه ها آب رو بسیار کردن از بیخش باز زده برآمد و خدا خواهد یک سال پس اینا پیوند میروند. من این پیسته های به پیوندی که یک ساله همین بهار شده، خدا خواهد ما امسال باز میبریم میده چهش رو با نرخ ارزان 15 سومانی کدام اپتم گیرد با ارزان تر میشود. ولی من با من اعلان میکنن یکم بگن ما پیسته داریم در کلیوگ میفروشیم چند پول 40 سوم 50 سوم به پیوند، ما 15 سوم میداریم، چون که میخوایم بسیارتر تیزتر در همین تاجیکستان پیسته زور بسیار شود. این 14 هکتار را خدا خواهد بعد از همین 4 5 سال ببینیم اینجا پر از درخت پیسته میشود. چی در کار؟ فقط صبر در کار، طاقت در کار، مهنت در کار که تو این درختک اوج کند و میوه‌دهی شروع کند. من هم دیاران عزیز ما هم به هر حالت شما میتونیم هم خیلی بیاریم پیسته‌های به پیوندش رو. این چونین پیسته پیوندی 120 سومونی است، این سال از ایران میبریم. به پیوندش 15 سومونی خیلی که گفتم تیرامو شده است، من برگشت ریخته سوده است. ببینید و بهار خدا میدوند ما ممکن از اینجا بریم این دو تاش رو مونیم برای پیوند، چون که بقوت شدنش در کار اینمو خدا در اینجا نظارت کرده ایستاده و باز بهار شودگار میکنیم، بخیرش رو توبل میکنیم، پورو میریزیم، اما فوزو کلی میریزیم تو این بقوت شود. بهار نه، خود هم تیرمو میکنیم ما دکبر. این علفا رو من درویدن، علفایی که در روکلش درویدن اینو در همین جویش مایده کرده که کرده فریزه مایده کرده میپرتاین تو اینکه در اینجا پارو شود و از سالهای آینده اینجا باید آبی قطرگی مونند. آبی جویبار قطعی اونقدر نغزو، لیکن علف بسیار میشود. همین علف بسیار میشود، اینم میجیخن برای آبی قطرگی کردن در کار. خدا خواهد همش رو ما زیر نظارت گرفتگی هستیم. واقعی منور اینج میشود. از من گرفته به شما یک نشانتی هم اینجا با تربوز هم هست، تربوز هم شنوندگی بدن می خودش برآمدگی می. از من این نشانتی هم من این برگش ریخته است، الکی اینش برگش ریخته است، اینش از بیخش برآمده است و یک تاش خوش شده است. من اینش نشونمای خوب دارد، من ببینید اینش نشونمای خوب دارد. هم خیلی همداران عزیز با ما مراجعت کنید، ما با شما میبیاریم و شما هم خیلی پیسته‌زارها آباد میکنید. همین 14 هکتار همش پیسته‌زار میشود. خدا خواهد ببینید چقدر میدان کلان در پناه خدا باشد. خدا نگهبان شما باشد. مراجعت کنید با ما.